خدا شفا دهد. تشکر طاهر، تشکر. زلیخا، برای تو آمدم زلیخا. مرا ببخش زلیخا. من با تو خانه دار شدن میخواهم. زلیخا، اقلا حقت را حلال کن. طاهر دیلا را دزدیدن. طاهر چی؟ باتن دیلا را دزدیده بود. چه خیل ماند؟ چرا او همراه دیگران نگریخت؟ دیلا را پراندن و او مایوب ماند. سینون، چرا او را صحت کردن نتوانستی؟ آخر تو دختری. تو مرا به حالم گذار سینون. چه واقعش تو حالا نمیدونی. تو را دوست نمیداشته ای دختر، دوست نمیداری. سینون، تو از کجا میدانی؟ از کجا میدانی که من را دوست نمیدارم؟ من را دوست میدارم. او را دوست میدارم. فهمیدی؟ زود رفته او را از دست آنها نجات میدی. مرا سر دهید. از برای تمام سر دهید. منو سر دهید. راگر راگر میگویم تا سلیمه نهایت به هیچ کجا نمیروی. راگر میگویم کمتر کن. نهایت هم تو را میکشم. دعا کن که آید. هر خبری که بر وقت روید همان قدر عذابت کمتر خواهد شد. الدو، چشمانتون را ازو نکنید، باز او رو نبرند. خواب شده از خماندان. به من گوش کن چوپان. حاضر راست بدی هر هفته به دکتر میگویی که در مدت 1 ساعت سلیمه را گرفته بیارد. وگرنه دیلا را میکشم. گوش کن، به عسکران خبر ندهد. به خدا همشیره را زنده نمیمانم. به خدا که میکشم. سر دهید او را. رود. الدو، الدا از پس آنها رفت. آنها به طرف وادی ماران رفتند. بیا زودتر رفت آنها را پیدا کنیم. اگر سلیمه را به آنها دهیم دیلا را رها میکنند. نمیشود. سلیمه را نمیدهیم. اکا، شما چه ها میگویید؟ دیلا در دستی آنها است. مان سلیمه به نزد آنها رود. شین دخترم، بوتنی خوین. این خوب نمیشود. او به ما حمله کرده است. برفین راست میگوید طاهر. برای نجات دادن دیلا سلیمه را به آنها دادنمان لازم است. یلمز، حالا هیچ چیز گفته نمیتوانیم. دیلا را از دست آنها نجات میدیم. سلیمه را به آنها دادن کاری خوب نیست. آن دیوانه سلیمه را میکشد. بیهوده وقت را از دست میدهیم طاهر. سلیمه را برده دیلا را نجات میدهم. یلمز، سلیمه همینجا خواهد ماند. هیچ کس را قربان کرده نمیخوام. اگر تو مثل بوتن شدن خواهی، حاضر سلیمه را به تو میدیم. ما بوتن نیستیم یلمز. عقلت را کار فرما. حاضر رفته به سربازان خبر میدیم و رفته دیلا را گرفته برمیگردیم. بوتن به دیلا ضرر نرسونده. زود از اینجا گریخته نمازیم. مادر، شما از حال سلیمه بخبر باشید. من هم با شما تو میرم. در جایت شین برفین. ای خدای من،
به آنها کمک کن. دیلا رو صحت و سلامت برگردان. ینگا چی شده است؟ اکای اومد با کجا رفتن؟ اپا دیلو در کجاست؟ هیچ چیز نه. حاضر اپات می آید. دروغ نگوید ینگا. دیدم با آقای دکتر دوان با کجا می رفتن. من هم به نزد اونها می روم. عمر مادر شما همین جا ماند. از پس او می روم. باز یگون به عقلی نکند. چی شد با دستی به اتاق افتادم. گفت که با اسکران خبر دیهن دیلا را زنده نخواهم. با خدا این آدم دیونه شده است. گفتش را میکند. با غیر سلیمه دیگر هیچ چیز نمیخواهد. چی شد؟ برای چی ایستاده اید؟ اگر با اسکران خبر دهیم بوتان دیلا را میکشته است. این خیل باشن این کار رو حل میکنیم دکتر. من سلیمه میشوم و شما مرا با باطن میسپارید. من آن باطنی خواهین را به گم میگیرم. شما دیلا را گرفته میگریزید. اما این خیلی خطرناک است. آخر خطرناک بودنش را میدانم. در این سن سال کس به کارهای خطرناک اهمیت نمیدهد. حالا دیگر چاره نداریم. برای دیلا شده این کار را کردن ما لازم می آید. بیاید می رویم. زود باشید زودتر. تو باید در کجا بودنی پدرت را دانی. دکتر نیست برادر. نیست گفتی؟ کی می آید؟ به خدا نمیدونم. این دختر به کجا رفته باشد؟ من دوباره به اینجا آمدن نمیتونم. با زیلال گویم که شوهرش در کجا. زلال، تو کی هستی؟ منم شهباز. تو چی گم کرده ای رئیس؟ آمدم که با دکتر درباره یک مسئله مهم گپ زنم. با تو گفتنم نمیخواستم. گوش کن زلال، من به شما خیلی بدی کردم، لیکن شما دختری مرا تنها نگذاشتید. من از کارهایی کردم پشیمانم. دیر شده باشد هم آمدم که کاری خیر کنم. گوش کن خواهرم زلال، در کجا بودن شوهرت رو یک کس میداند. در دهه ارپشر یک کوری کمال هست. انا او در کجا بودن شوهرت رو میداند. تو چه میگویی رئیس؟ نخواد این گپایت راست باشه؟ بله راست است. راست. ها، وای همه چیز رو میداند. التماس زلال، باز با اون نگویی که من گفتم. سلیمان؟
سلیمان 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 کجایی؟ سلیمان در کجایی؟ این خودش چی گپ است؟ سلیمانم راه یافتنم لازم. در آخر با عدا خاندار شدی. بله. دیگر چیکار میکردم؟ خیلی خوشبخت می نمایی قزبان. عمر ایستو. نگور از عمر. قزبان رو ایستا کنی ایستا. منو سردید من با دست اپا میروم. عمر ایستو. عمر با کجا میروی؟ اپات صحت و سلامت است. سردید عمر مرا. ایستو. یلمز واقعی تویر برای دیلو رفتند او رو میارند. گوش کن. اگر مرا گوش نکنی با اپات میگویم. اگر که نگوید با اپا چی شده است از عمر پسشون ایستو. میروم. اپات رو بوتن اسیر گرفته است. اما یلمز واقعی تویر برای آوردن او رفتند. اپا میروم. قزبان نترس. الدو خوب است. اپا جان تنها دیلو در دستشون است. مرا سردید من با دست اپا میروم. برای احتیاط شما اینجا رو محافظت کنید. مایلش آماده هستی سینون؟ بله آمادم طاهر آمادم. من همه وقت آمادم. مایلش بیار کمی دیگر با پایان. شد انا میتور. بیاد مایلش به شما برای کار. حاضر الدو با شما این شما طرف بزن. خودتون رو احتیاط کنید. وطن سلیمه رو آوردم. آقای طاهر بیا همشیره را سر دادم دکتر. اگر یگان حرکتی خطا کنی همشیره را در اینجا میپرانم. عقل رعوبتی تو یلدود رو روان کن. رفتیم سینون. آینایی به شرف زود همتون سلاحتون رو پرتایید. سینون بود است. فرمانید آنها رو یگان قصدینده نماند.
یلماز چی شد؟ بخیر است؟ طاهر دیلا را گرفته برد. بیا در جایی گفته شده با میخوره. بیا رفتیم. یلماز رفتیم. آقای طاهر خسته شده، دم گیرید. اما دم گرفتن نمیتوانیم، ما را دستگیر میکنند. اگر خواهید مرا به یک آنجا پنهان نموده خودتان گریزید. تو را تنها گذاشته نمیروم دیلا. آقای طاهر مرا همینجا پنهان نموده بعدی رفتن آنها باز آمده مرا گیرید. دیگر چاره نداریم دیلا. کلی بیا. آقای طاهر حاضر اکنون میمیری طاهر. من با تو چی خیلی دوست داشته ای کس را گرفتن را نشان میدهم. خدایا به ما کمک کن. با تو دست نرسانه هم زیاد تو خط نمیکنی دختر. خوب از خودت را زحمت نده. چکلی که نباشد به جنت میافتی. دستانت را سرده سرده. ایستا. سلیمه به نزدم برگشتی؟ مرا بخشیدی سلیمه؟ مرا ببخش. با او کمک کن بوتن. حالا هم دردت همان است. برای دختر آمدی به اینجا. او رو از اینجا برار بوتن، برار. خودش برایت رفته. مرا سرده سرده گفتم. من میروی راه گرد. سرده مرا سرده راه گرد. سرده. آقای طاهر با من کمک کن دیلا. آقای طاهر کمی دیگر صبر کنید آقای دیگر طاهر. قوتم نمانده است دیلا. طاقتم تاق شد دیلا. دیلا صبر کنید آمدم. دیلا من دیگر نمیتوانم دیلا. آقای طاهر کمی دیگر صبر کنید. مرا تنها نگذارید آقای طاهر.
دیلا من تو رو خیلی عذاب دادم دیلا. آقای طاهر دیلا مرا از برای خدا این خیل نگوید، صبر کنید، نجات مییابید. اشهد ان لا اله الا الله. طاهر از برای ثواب مرا تنها نگذارید. اشهد ان محمدن رسول الله. آقای طاهر، آقای طاهر، دستتان را به من دهید، نجات مییابید. بیایید. کمی دیگر ماند. آقای طاهر بیایید. آقای طاهر خیزید. آقای طاهر بیایید. آقای طاهر میرویم از اینجا. خوب هستید؟ دیلا تو با پروست ایستاده ای؟ تو اینجا خودت آمدی؟ خودم نفهمیدم چه خیلی خستم. خاین سلیمه گریز از اینجا، گریز، زود باش زود باش. تو رو میکشم خاین، میکشم. نگریز خواهی نبرا. طاهر طاهر خدا رو شکر که زنده مانده هستم. خدا رو شکر. لایقی تو تنها دیلا هست. من دیگر مانع شما نمیشوم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. یک شخص رو پرسیدنیم. گوش میکنم خواهر کی رو؟ در این دهه یک شخص با نام کمالی نابینا بود، همون رو میجویم. یک مرد در سن سال ما همون رو میگویی؟ به فکرم همون بوده کی باشد این مرد؟ در کجا است نمیگویید؟ انا در آنجاست. ما هم کی بودنش رو، از کجا آمدنش رو نمیدانیم. با جوانا همه وقت مینوشی میکند. در این دهه هیچ کس رو نغز نمیبیند. تشکر زیاد برادر. خداوند از شما راضی باشد. از شما هم خواهر. میلش برای کار به شما. حسن خیز از جاید رفته برای من شراب بیار.
نوشید برادران، این دنیا همش دروغ است. یک روز شاه هستی و یک روز دیگر گدا. خورید آشتان شود. آقای کمال، مرحمت گوش میکنم. چی میخواستی؟ ببخشید ناراحت نمودم شما. گبزن زودتر. چی میخواستی خواهره؟ نامی من زیلال، از دیهای آبی کلان میآیم. شوهرم سلیمان رو میجویم. نامی پرش سلیمان کیا. من از کجا میدانم؟ این خیل نگویید، دیگر جای میرفتگی ندارم. اگر در کجا بودنش را دانید به من بگویید. خزید روید از اینجا. به من گوش کن خواهر. من این خیل شخص رو نمیدانم و نه کمک رسانده بتوانم. اکنون رو به خانه به نزدیک کودکانت. باری دیگر اینجا نبیا. گوش کنید آقای کمال، نمیدانید که چقدر عذاب کشیدم. وقتی گفتن که سلیمان مرده از چند روز به خود نآمدن، کودکانم را با چه عذاب کلان نمودم. به همه این وزنینی ها طاقت نمودم، اما آنها را از دستم ربودند. خدا را شکر که دوباره آنها را برگردانیدم. خودم یک زنی تنها از فکر کودکانم پریشان شدم. اکنون شنیدم که سلیمان نمرده است. در کجا بودنشان نگویید هم. کاری کرده، جستجو کرده او را پیدا میکنم. گپ زنید، هم شما ثواب میگیرید، من هم آرام میشوم. با تو گفتم رو از اینجا ایزم. من درباره آن شخص با تو هیچ چیز گفته نمیتوانم. اگر گویم سری تو هم در بلا میماند، سری من هم. فهمیدی؟ این خیل نکنید. بغیر از من و شما کسی نمیداند. با هیچ کس نمیگویم که شما گفتید. با حالم نگار. از یک چشم موندم. یک باری دیگر ناجا رفتار کنم، این مراتب با جانم را میگیرند. اکنون برآمده رو. باری دیگر به اینجا نیا. سلیمان مرد، او دیگر نیست. وای دیگر نیست. مرا فهمیدی؟ به من گوش کنید. سلیمان را پیدا خواهم کرد. در قبط هفتمی زمین پنهان کنید، او را میابم. مرا به کدام عذاب ها گرفتار نمودی سلیمان؟ حسن، در کجایی؟ من حاضر میویم اکا کمال. زود واخوردنمان لازم. بخیر است حسن. تو در اینجا چیکار میکنی؟ هیچ چیز نه، کار دارم. گپ زن حسن. چیکار داری؟ تا نیستی شب با آن کمال میزده هستی. با شخصانی بد رفت و آمد میکنی. بس کن این کارهات را احمق. آدمگری رو یاد بگیر اکنون. از تو چی خواستیم و چی کار کردی؟ در بین آدمان خوب به توی جای نشست نمانده است. با من کاردار نشوید پدر. من از رفتار خودم شدم. همه در حیرت خواهم ماند. آمدن. اپا جون، اپا جون. اپا جون. خدا را شکر آقا کی آمد. اگر من نمی‌بودم روح میگردیدیم. بله روح میگردم. برفین صحت شدم. دیلا خیزبون. روح مادرم مادرم با فکرم در نقطه طبی سلیمه رو نگاه بین میکنه. نه
سلیما در نقطه تیپی نیست. او با بوتان رفت. کی رفته باشد؟ اگر میرفتند مادرم به ما خبر میدادند. یا اینکه در نقطه تیپی نیستند. اگر من نمیبودم ببینیم چی میشد. چه شد؟ همه را به جنبش در آوردی. نگفتم که تلفن را در یگان حالت مهم استفاده برید. به خدا خیلی مهم است جناب. یک زن آمد. از کمال کور سلیمان که یک گفتن شخص را پرسان شد. کمال از شنیدن این گپ چیکار کردنش را ندانست. به همین سبب گفتم مسئله مهم است به شما خبر دادم. چه خیل زن؟ سلیمان را چیکار میکند؟ همسرش بوده است. حالا گویی که سلیمان را جستجو دارد. آفرین به تو حسن، از خبرت خیلی شدم. این کار را ما خودمون حل میکنیم. حسن را میبینیم. تو هم دائما در علاقه باش. اگر لازم شود از تو کمک خواهیم پرسید. خوب شده است جنابم. من از شما خبر انتظار میشم. مایلی هم مسئله سوزشواری چیش؟ به من وعده دادید که کار را بر ذمه من میگذارید. خواطر نشو حسن. با وعده من وفا میکنیم. با نزدیکی برای حساب سوزشواری یکی از سخاوتمندترین ها خواهید شد. ما در فکر تو هستیم حسن. اکنون رو از ما خبر را انتظار شو. کمالی کور کارهایمان را برباد خواهد داد. او خیلی خطرناک است برایمان. باید این آدم را از سرمان زودتر ساقط کنیم. حاضر رفته علاج کمال را یاب. برای چی را میکشیم؟ لیان هم در پیش چشمانمان است. حاضر بسیار کارهایی هستند که او به ما لازم میشود. اکنون تمام چتین. برای این آدم در هیچ جای نه کار هست و نه جای. از دهان این آدم تنها اگر یک کلمه براید آن میتواند وضعیتمان را ناگوار سازد. همه نقشه های کشیدهمان برباد خواهد رفت. او باید حتما نیست کرده شود. مادر جان؟ مادر نیست. در درون هم نیست. مادر جان؟ دیلو راه میگردم خلای جلو. تو راه میگردی؟ شکری خدا پسرم دیلو صحت شده است. چه خیلی شد پسرم؟ خدا را شکر مادر جان. او از ترس ناخوش با پا راست شد. بعد این خانمی زیبا از جایش خسته آمده مرا نجات داد. میلش من به درون میدرویم. بیا رفتیم. مادر جان شما در کجا بودید؟ گویم سری تو هم در بالا میماند سلیمان. من رو فهمیدی؟ سلیمان بود. او دیگر نیست. مادر مرا میشنوید؟ چی پسرم؟
آهای دختر پدرم دیگر نمی آید؟ نه باری او نمی آید. خودت میدونی کو اگر برگردد به دستی سربازان میافتد. هیچ وقت بر نگردد. او رو چشم دیدن ندارم. باری دیگر به ده بر نگردد یا اینکه با من روی بروی نشود. کنیزی دختر آزاد من برام که میگوشم اینجا بیا اینجا بیا اینجا بیا حیاتی مرا ای سوزان البته خداوند او را جزا میدهد. قراری من همین است. مادر جان ایسته. کاری کرده سینون رو بین. فکر میکند که زلیخا کاری کردهش را فراموش میکند. راست میگوید مادر. سرگذشت زلیخا خیلی دشوار میباشد. هیچ فکر نمیکنم که سینان با یک نکاح کردنش گناهش را شسته تواند. توی گفتی؟ دیلا چی گفت؟ این کار رو زیاد کشال ندهید. خواطر نشوید مادر. انشالله همش خوب میشود. برفین، یلمز، عمر چرا اینجا ایستاده اید؟ روید به خونه. اینجا رو بند نکنید. اینها از پس کارشان شوند. نه مادر ما ناراحت نیستیم. نگاه کنید بیمار هم نداریم. هیچ کد نیپسرم نخست بیمار می آید. بیا عمر رفتیم. اینجا رو بند نسازیم. رفتیم. طاهر دیلا وای طاهر گفته بودی که دیلا برای فکر کردنم وقت لازم است. با یگان قرار آمدی یا که باز انتظار شوم؟ وای من در اصل به یک قرار آمدم. شما رو زیاد منتظر کردن نمیخواهم اما این تکلیف شما درست است یا نه باید نقص فکر کنم. ببخشید. هیچ گپ نه. گپسم گوش میکنم. قرار چیست؟ من حتی فکری با شما خانه دار شدن رو نمی کردم و نکردم. من تنها شما رو دوست می داشتم. از همه مهم برای من خوشبختی شما بود و تا حال همین طور است. اگر روزگی من شما رو خوشبخت سازد من با شما خانه دار می شوم. آقای طاهر دیلا اگر خوشبخت بودن ما را خواهی از تو یک خواهش دیگر دارم. گوش میکنم. خواهش میکنم که دیگر ما را آقای طاهر نگویی. ملش آقای طاهر. زلیخا التجا میکنم مرا گوش کن. با تو یگان گپی میگفتگی ندارم. رو از پسی کارت شد. زلیخا چیزی که گویی حق داری اما من دیگر آن سینانی پیشتر نیستم. با من اجازه ده همه گناههای کردم را بشویم. التجا میکنم زلیخا. گپی مرا رد نکن. اگر تو مرا نبخشی من از عذاب وجدان میمیرم.
مادر جون چی میگوید؟ با پدرم خانه‌دار میشوید؟ چی گویم ها؟ چی گویم؟ تا امروز چی روزها از سرم گذشت خودم میدونم. نه با او خانه‌دار نمیشوم، حتی او رو دیدن نمیخواهم. از من دور شو، به من نزدیک نشو. وقتی که او رو میبینم همون روزی گم کردنی جوانیم رو، مردنی پدر و مادرم، به حب رفتیدنی برادرم به یادم میزند. تو برای من نفرت آوری سینان. زلیخا این خیل نگوی، اکنون دیگر این خیل نگوی. پدر، مادر، با من گوش کنید. بیاید به گپ او راضی شوید. سالهای سال من او را انتظار بودم. حاضر باشد آمده ما را صاحبی کردنی است. او را رد نکنید، با او خانه‌دار شوید. هیچ وقت در این باره گپ نزن. باری دیگر شنیدن نمیخواهم. رفته به او گوی که از من دور شود. یا با پدرم خانه‌دار میشوید یا اینکه من هم برآمده میروم. با پدرم میروم. مرا میفهمید؟ به هیچ کجا نمیروی. از نزد من به هیچ کجا نمیروی. میروم و دیگر اصلا بر نمیگردم. بهری پسرم، بهری پسرم، بهری زلیخا چی شد دخترم؟ بهری به نزد سینان رفت. گفت که اگر با پدرم خانه دور نشوید دیگر بر نمیگردم. بیا اکنون دخترم، بیا. زلیخا برای اون که مرا ببخشی هرچی گویی من اجرا میکنم. بهری پدر، من با شما میروم. تا مادرم راضی نشود با شما میروم. بهری رو به نزد مادرت را خواطر نکن. بین هم من جای خوب ندارم، حتی سربازان از پسم هستند. اگر با من باشی تو هم عذاب میکشی. هیچ گپ نه، چیزی که نشود با شما بودن میخوام. مایلش پسرم، مایلش. کنی بینیم تا چقدر با من طاقت کرده میتوانی. اول این چیزها را برار، از لباسات خلاص بشو. زودتر برار، زود زودتر برار. با من بیا. از نو با پسری من مانند شده ای. زلیخا گریه نکن دخترم. رفته دستورویت را شوی، کمی استراحت کن تا به خدایی پریشان شدی. تو از خواب خیسته نه؟ من خونه را رو بچین میکنم و خوراک تیار میکنم. مایلش رو دخترم. این را تا آخری عمرت نگاه دار سلیمانم. این دستان خاطره از من به تو. هر وقتی که این را دیدی من به خاطرت آیم. این از کجا پیدا شد؟ سلیمان مادر دیدو تکلیفم را قبول کرد. چی شد مادر؟ پدرت میگوید مرا نجوید، من خودم شما را پیدا خواهم کرد. اما از کجا میدوند که ما را جستجو داریم؟ تا حال از یگان کس پرسان نشده ایم. من چه گویم پسرم، رئیس آمده بود.
گفت که در دهه ارپشان یک شخص در کجا بودن سلیمان را میداند. من باشم رفتم اما اون مرد هیچ چیز نگفت. کاری خطرناک است گفت و مرا راند. مادر برای چی به من نگفتید؟ چرا خودتون تنها به آنجا رفتید؟ نتوانستم انتظار شوم. پسرم کجا میروی؟ به نزد آن مرد میروم تا در کجا بودن پدرم رو نفهمم بر نمیگردم. صبر کن نرو. چیزی که پدرت گفته است همون رو کنیم. گفته است که وقت شاید خودم پیدا میکنم. مادر انتظار شدن نمیتوانم. هم از کجا میدانیم که این نامه رو پدرم نوشته است؟ شاید که او عذاب دارد و به کمک ما احتیاج داشته باشد. مادر شما دلا رو تمام نگذارید. چیزی که لازم شد با او کمک کنید. شکرانه خداوند. مایلش پسرم تو از پس کارت شو. با دقت باش. من باشم به نزد دیلم میروم. این روزها رو هم برایم نصیب نبوده. شکرانت خدایا. طاهر من میمیرم. وصیت من به تو آن است که تو باید در دهه یک مکتب کلام گشایی و این دهه را آباد کنی. این وصیت زینب؟ بعد رفتن من تو نباید تنها بمانی. البته خانه دار شو. یعنی کسی که تو را دوست می‌دارد و خوشبختی تو را می‌خواهد این دیلا است. دیلا تو را صمیمانه دوست می‌دارد. با او خانه دار شو. این وصیت من رو فراموش نکن طاهر. دیلا تنها دیلا تو را خوشبخت می‌گرداند. طاهر چرا این کار را در حق من کردی؟ آخر من تو را به خانه دار شویم. دوست می‌دارم. دیلا دخترم تو چی شد؟ دیلا چی شد آخر؟ دیلا کنی گبزن چی شده است آخر؟ دیلا گبزن. او مرا دوست نمی‌دارد خاله. دوست نمی‌دارد. تو چه میگویی دخترم؟ کمی پیشتر پرواز کرده آمد به نظرم. گفت که در حال تیاری رو صرف کنیم. او مرا دوست نمی‌دارد خاله. سبب خانه دار شویش وصیت زینب بوده است. به خاطر زینب با من خانه دار می‌شود. خیل می‌شود مگر دخترم؟ اگر تو را دوست ندارد چرا با تو خانه دار می‌شود؟ دیگر نمی‌خواهم خاله. مسئله خانه دار شوی تمام. چرا او با من این کار را کرد؟ چرا او با من بازی کرد؟ چرا او با من این کار را کرد خاله؟ دخترم اپا جون اکا یلماز گفتند که زود به خونه اویند. چه واقعه؟ یکم گپ شده است. وای مهمونان آمدند از دهه ارپشان آقای محمد. اکا یلماز گفتند که زود اپاد را گرفته بیا. آقای محمد مرا برای اکای خیر فرستادند. فهم عمر بیا رفتیم. چی می شده باشد اکنون؟ این دختر عقلش رو خورده است. آه پسرم کاش همینجا می بودی.
برادر خانه آقای کمال در کجاست؟ آن در آن کوچه. آن همونجا؟ بله در همونجا. تشکر. رفتیم. شیره در اینجا. سرد مرا به شرف، مرا کشتن نمیتوانه. آرام شوید، من برای کشتن شما آمدم. زود آنها را دستگیر کنید. خوب شده آن طرف زود باشید. شما آرام شوید. من برای آن آمدم که جای سلیمان کیا را بگویید. یعنی تو پسر سلیمان هستی همه خیر؟ بله. چرا آنها شما را کشتنیند؟ دیگر چیکار میکردند؟ 10 سال پیش در کارهای افلاسشان شاهد بودم. در بسیار جنایت‌هایشان اشتراک میکردم. پدرت یکی از آنها بود. شما او را یافتن میخواهید، سری مرا در بلا میمانید. یعنی چی؟ من نفهمیدم. اگر از دست اینها خلاص شدیم همه‌اش را به تو یک به یک نقل میکنم. همه جا را نقض که کابل. یگان تاتون را زنده نمیمانم. تمام. در نزدیکی دهه کرالیک است. آقای عارف را خیلی خوب میشناسم. تا یک مدت همونجا خواهیم ماند. بعداً یگان چاره‌اش را میابیم. نقض که کابل گفتم. زنگ‌های دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمایید. قسمتی تلخم خدا سرکی پسم خدا از آچه شد و مشدا دوری زمن سلامت بادا جان و دل من فدای نامت بادا گرفتارم چشمانی سیاها تو بیا بخیلت شمی دارم تا بکر چشمت سرما کردی میده میده بخوشت بخوشی تو میمیرم خاک آمده ما بر خاک میروه ما
خدا شفا دهد. تشکر طاهر، تشکر. زلیخا، برای تو آمدم زلیخا. مرا ببخش زلیخا. من با تو خانه‌دار شدن میخواهم. زلیخا، اقلا حقت را حلال کن. طاهر دلارا دزدیدن. طاهر چی؟ بوتان دلارا دزدیده بود. چه خیل ماند؟ چرا او همراه دیگران نگریخت؟ دلارا پراندن و او مایوب ماند. سینون، چرا او را صحت کردن نتوانستی؟ آخر تو دختری. تو مرا به حالم گذار سینون. چه واقعیش تو حالا نمیدونی. تو را دوست نمیداشته ای دختر، دوست نمیداری. سینون، تو از کجا میدانی؟ از کجا میدانی که من را دوست نمیدارم؟ من را دوست میدارم. او را دوست میدارم. فهمیدی؟ زود رفته او را از دست آنها نجات میدی. مرا سر دهید. از برای تمام سر دهید. مرا سر دهید. راگر راگر میگویم تا سلیمه نهایت به هیچ کجا نمیروی. راگر میگویم کمتر کن. نهایت هم تو را میکشم. دعا کن که آید. هر خبری که بر وقت روید همان قدر عذابت کمتر خواهد شد. الدو، چشمانتون را ازو نکنید، باز او رو نبرند. خواب شده از خماندان. به من گوش کن چوپان. حاضر راست به دیه رفته به دختر میگویی کی در مدت 1 ساعت سلیمه را گرفته بیارد. وگرنه دیلا را میکشم. گوش کن، به اسکران خبر ندهد. به خدا همشیره را زنده نمیمانم. به خدا که میکشم. سر دهد او را. رود. الدو، الدا از پس آنها رفت. آنها به طرف وادی ماران رفتند. بیا زودتر رفت آنها را پیدا کنیم. اگر سلیمه را به آنها دهیم دیلا را رها میکنند. نمیشود. سلیمه را نمیدهیم. اکا، شما چه ها میگویید؟ دیلا در دستی آنها است. مان سلیمه به نزد آنها رود. شین دخترم. بوتنی خوین. این خوب نمیشود. او به ما حمله کرده است. برفین راست میگوید طاهر. برای نجات دادن دیلا سلیمه را به آنها دادن ما لازم است. یلمز، حالا هیچ چیز گفتن نمیتوانیم. دیلا را از دست آنها نجات میدیم. سلیمه را به آنها دادن کاری خوب نیست. آن دیوانه سلیمه را میکشد. بیهوده وقت را از دست میدهیم طاهر. سلیمه را برده دیلا را نجات میدهیم. یلمز، سلیمه همینجا خواهد ماند. هیچ کس را قربان کردن نمیخوام. اگر تو مثل بوتن شدن خواهی، حاضر سلیمه را به تو میدیم. ما بوتن نیستیم یلمز. عقلت را کار فرما. حاضر رفته به سربازان خبر میدیم و رفته دیلا را گرفته برمیگردیم. بوتن به دیلا ضرر نرسونده زود از اینجا گریخته نوازیم. مادر، شما از حال سلیمه بخبر باشید. من هم با شما میرم. تو در جایت شین برفین. ای خدای من،
به آنها کمک کن. دیلا رو صحت و سلامت برگردان. ینگا چی شده است؟ اکای اومد با کجا رفتن؟ اپا دیلو در کجاست؟ هیچ چیز نه. حاضر اپاد می آید. دروغ نگوید ینگا. دیدم با آقای دکتر دوان با کجا می رفتن. من هم به نزد آنها می روم. عمر مادر شما همین جا ماند. از پس او می روم. باز یگون به عقلی نکند. چی شد با دستی بوتان افتیدم. گفت که با اسکران خبر دیهن دیلا را زنده نخواهم. با خدا این آدم دیونه شده است. گفتش را میکند. با غیر سلیمه دیگر هیچ چیز نمیخواهد. چی شد؟ برای چی ایستاده اید؟ اگر با اسکران خبر دهیم بوتان دیلا را میکشته است. این خیل باشن این کار رو حل میکنیم دکتر. من سلیمه میشوم و شما مرا با باطن میسپارید. من آن باطنی خواهین را به گم میگیرم. شما دیلا را گرفته میگریزید. اما این خیلی خطرناک است. آخر خطرناک بودنش را میدانم. در این سن سال کس به کارهای خطرناک اهمیت نمیدهد. حالا دیگر چاره نداریم. برای دلا شده این کار را کردن ما لازم می آید. بیاید می رویم. زود باشید زودتر. تو باید در کجا بودنی پدرت را دانی. دکتر نیست برادر. نیست گفتی؟ کی می آید؟ به خدا نمیدونم. این دختر به کجا رفته باشد؟ من دوباره به اینجا آمدن نمیتونم. با زیلال گویم که شوهرش در کجا. زلال تو کی هستی؟ منم شهباز. تو چی گم کرده ای رئیس؟ آمدم که با دکتر درباره یک مسئله مهم گپ زنم. با تو گفتنم نمیخواستم. گوش کن زلال.